خدا داره. درست. ما گاهی میبینیم تعصب قومی است، گاهی میبینیم تعصب زبانی است، گاهی میبینیم تعصب حزبی است، گاهی میبینیم تعصب دینی است. درست. و این کلش هر کدام از این بدبختی های خاص خود را برای جامعه اسلامی و برای جامعه انسانی بار میاره. بله. و تعبیر دیگه این تعصب هاست که مقدمه چینی میکنه و چوب میگذاره برای در گرفتن امت. تعصب که آمد نتیجهش در حقیقت جنگ است. ای کل کشمکش که ما میبینیم در جامعه به شکل از اشکال، باز بر میگردیم به همین نقطه که متاسفانه به شکل از اشکال باز خود نمایی میکنه. از این خاطر عاملی که ما اگر بگویم که چرا تعصب پیدا میشه، در حقیقت به نوع محرومیت است. درست. وقتی که جانب مقابل خود محروم بپنداره، این محرومیت در هر بخشی که باشد، اگر محروم از علم باشه، اگر محروم از اقتصاد باشه، اگر محروم از سیاست باشه، اگر محروم از چی باشه، او با خود میاندیشه که خب فلانه اینی کلی چیزا تو داری، خیمکی، ما چرا مساوی با تو نیست؟ و ما این نقطه را میگه. از این خاطر محرومیت قدم اول است برای چی؟ برای حسد. و میبینیم که دیگه زوال نعمت را میخواهد. درست. و ات فکر میکنه که جانب مقابل ما در نعمت است و این نعمت را به شکل از اشکال از ما دزدیده، به شکل از اشکال سر حق ما در حقیقت خود را انداخته است و غصب کرده است. پس این تعصبات ما را به طرف حسد میکشند. و حسد وقتی که تعریفش میکنه به معنای زوال نعمت است از غیر. جالبی است که معنای لغوی عین معنای اصطلاحی هم است. درست. که وقتی یک کسی بخواهد که نعمت کسی دیگری که در اوجا است، مقام و منزلتی که در اوجا است یا چوکی که در اوجا قرار داره، میخواهد که او زوال پیدا بکنه. ولی وقتی که تحلیل میکنیم چرا او وادار شده به این که جانب مقابل باید از نعمتش گرفته شود و به این داده شود، باز میبینیم که این جانب مقابل محروم است. وقتی که محروم است حقش داده نشد، از این خاطر مشکل میبینه. حالا این محرومیت دو نوع اساس است. یگان بار کسی محروم نیست ولی با وصفی از اون حسد میکنه. درست. به طور مثال یک گپ عام را بزنم. کسایی که در اطراف زندگی میکنن و کسایی که در شهر زندگی میکنن، در افغانستان مثلا بله. یک نفر در شهر زندگی میکنه، صاحب خانه است و طبیعی که در شهر زندگی میکنی، همین زندگی هم کمک متوازن و دقیق است و زیبا است. بله. وقتی که یکی از دوستای ما از قریه میاد خانه، تو عزتش هم میکنی، نانم برش میدی، خدمتش هم میکنی، اگر پیش دکتر میگه پیش دکتر میبری شهر، در اخیر شاید یک چیز تحفه و مفاهم بر جور بکنی. با این کل حالت وقتی که میبیند در مقابل هم فامیل به شکل از اشکال حسد خود را تبارز میباشد. غیبت میکنه، غلطی را تعبیر میکنه. ای که ببینید چرا این رقم است، ما میبینیم که شهر با اطراف در حقیقت یک نوع از محرومیت است. درست. در دهات محرومیت است. محروم برق است، محروم سرک است، محروم شفاخانه است، محروم خانه خوب است. این کل چیز در اونجا نیست. وقتی که او داخل شهر میشه باز میبینه که تو همه چیز داری و من ندارم، ولو که کمکش هم میکنی، با وصفی از او هم از تو خوش نمیباشه. از تو خوش نمیباشه. به شکل از اشکال حسد میکنه. بنابراین در اینجا ما میبینیم که چه کاری شده؟ آیا ما این محرومیت را ایجاد کردیم یا محرومیت را در حقیقت دستگاه حکومتی ایجاد کرد؟ درست. پس میبینیم که سیاست ناروای حکومت تأثیر منفیش بر بالای ما هم است، بر بالای کسی که در دهات است، در روزان است. یعنی اما امکاناتی که برای شهر است اگر در دهات هم آماده بشه، این حسد و این دشمنی بسیار کم میشه. از این خاطر ما میبینیم فعلا ما در حقیقت
اگر کسی قهر نشود در حقیقت نصف جنگ ما جنگ دهات و شهر است. اگر از نظر علوم اجتماعی ببینیم یا جنگ مکتب و مدرسه. مکتب و مدرسه است. درست. تو تصویر طوری است. تصویر طوری است که شما همه چیز خوردید. از مکتبی ها در ساختمان های لوکس زندگی کردن، لباس خوب پوشیدن، نان خوب خوردن. مدرسه یا نان وظیفه بود و نان خشک بود و روی زمین نشستن و مشکلات خاص خود داشت. از خاطر نوع از اوج محرومیت احساس میکنه، محرومیت رفت به طرف دشمنی و طرف کینه. عقده‌گشایی است. هیچ دلش یخ نمیشه. در ظاهر که تو میشنه صاحب میگه بشین خیری بینی و در دلش عقده است. وقتی که چرا عقده است اوجا برمیاد. پس حکومت ها این تو بدبختی را ایجاد میکنه و میبینیم که در جامعه که استاد در اوجا عقده باشد، در اوجا کینه باشد، در اوجا حسد باشد، او عادی نیست. از این خاطر در شریعت اسلامی ما بعضی از امراض را به یک شکل تهدیدی میخوای کنترل کنه. یک طرف عدالت در حقیقت پایه اصلی نظام اسلامی است و ما از نظر حکومت اسلامی در حقیقت آمدن عدالت اجتماعی و عدالت به معنای کلمه است. از این خاطر پیامبر علیه السلام میفرماید که لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی الابیض ولا للابیض علی الاسود الا بالتقوى و التقوى ها هنا. کلاگی را ختم کرد. عدالت اجتماعی. بالکل. پیامبر خوی را گفت. آیا در واقع امی کار تطبیق میشه؟ در سر زمین. در سر زمین میبینیم که ما با مشکلات رو هستیم. با مشکلات رو حتی پیامبر رسول پیش گیری میکنه و میگه که اهل مدینه شما خفه نشوین، شما در آینده با محرومیت روبرو میشین، ولی وعده ما حوض کوثر است. عملا اهل مدینه محروم هستند در نظام ها. شما ببینید طول تاریخ اسلامی که درست. حتی اهل بیت رسول علیه السلام. یعنی بسیار جالب است که قرآن آدم تحلیل بکنه عجیب تعبیر میاد که پیامبر را قرآن تعبیر از او را میکنه که ما از شما هیچ پاداشی نمیگیریم، هیچ نوع در رابطه به این دینی که در خدمتش آمدم و شما مسلمان شدین و چقدر خوبی ها را این دین داد. به بهترین وجه با خودت ارتباط داری، به بهترین وجه با پروردگارت ارتباط داری، به بهترین وجه با مخلوق ارتباط داری و پایه های عدالت را به معنای کلمه در کل قضایا گذاشتیم. دیکتاتوری و استبداد و این چیزا را ختم کردیم. هر کس را حقوقش را مشخص کردیم. زنی که دیروز انسان نبود و نه تنها به عنوان انسان دیده شد بلکه صاحب حق شد، صاحب میراث شد، صاحب انتخاب شد، صاحب از آواز شد که باید بیرونش بکشه و اعلان بکنه. با این کل خوبی که داریم از شما هیچ پاداشی نمیخوایم. اسألكم علیه من اجر بجمع الا المودت فی القرب. یک چیز میخوایم که با اهل بیت ما خوبی بکنیم. درست. همین را میخوایم. قرآن که مطرح میکنه باز با واقع باز برو که اهل بیت بسیار جفا میشه، بی نهایت جفا میشه. سبحان الله. وقتی که چرا با اهل بیت جفا میشه باز میبینی که یک تعداد میترسن. درست. ترسش وادار کرده که باید ظلم بکنه، باید بکوبه، باید چی بکنه. از خاطر اسلام همیشه بر ما میگه که شما حسد نکنید. درست. چه رقمی کنترل شوه؟ بعضی چیزای همونطور محکم میای از بالا، چون ما باورمند به این هستیم که این دنیا زود گذر است. درست. اگر در یک تعبیری از حدیث رسول علیه السلام میخوانیم، میگه اگر کسی که در دنیا به بهترین وجه بلند زندگی کرده باشه که همه امکانات را در طول تاریخ حیات خود به دست آورده باشه، برای بسیار مدت کم مثل که یک چیز را یک دفعه هم دست بزنی دست بالا بکنی. درست. به همین اندازه داخل دوزخ شو. از پیش پرسیده شو که آیا تو در دنیا کدام نعمت دیدی؟ میگه اصلا ندیدیم. اصلا ندیدیم. یک دفعه قطع کردن در دوزخ و پس بیرون کشیدن. و کسی که با کل محرومیت ها روبرو شده باشد،
با کل محرومیت ها وارد جنت که میشه برش میگه که یک دفعه که داخل شه و بیرون شه، فقط یک دفعه. باز برش میگه که در دنیا کدام سختی هم دیدی ابدا ندیدی. سبحان الله چی تعبیر است. خب حالا ما چطور وارد جنت شویم؟ که ما خوبی های خود را و اعمال نیکویی که میکنیم او را ارج بگذاریم، او را قیمت بگذاریم. تو کار نکنیم که بی قیمت باشه اعمال ما. بسیار تفاوت داره. طور مثلا وضو میکنیم، خب اگر ما نیتی از این را داشته باشیم در وقت وضو کردن که روی خود میشه ما میگیم که الحمدلله که قطرات گناهی که به چشم و گوش و بینی و زبان خود کردم لله الحمد و المنه برم از بین و دست و پا و چیزا را بگیم. شما اینی لحظه که امیر قمنیت میکنین دارای یک روحی عجیبی در زندگی انسان میشه. این را بگذارین که باز قدم به طرف نماز میگذارین، به طرف مسجد میگذارین، نماز میخوانین. همین فاصله که وضو گرفتی تا نماز رفتی پس آمدی تو یک نفر دیگری هستی، صاحب خوبی های بسیار زیاد، بسیار زیاد. یک بار مثبت. سبحان الله. پیامبر میگه اقا خوبی کردی، میفهمی که یک چیزی هست که اگر او صفت در درون تا آمدی کل خوبیات میسوزن. چی میگه؟ ایاکم والحسد فان الحسد تاكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. دوری بگیرین از چی؟ از حسد. زیرا یه حسد خوبی هایی که تو انجام دادی از وضو گرفته تو رفتی تو مسجد بله همیشه نابود میکنه. یعنی چی شد؟ دین آمد با وصفی که یک جای محرومیت است، با وصفی که چی است؟ میگه راه های علاج دیگه شد جستجو کن. درست. راه های علاج به این شکل کار نکنی که تو زوال نعمت بخوای. زوال نعمت رو نخوای. پس امین نفری که نعمت داره غیر مستقیم در خدمت تو است، ولو که مال از اوست، ولو که خانه از اوست، ولو که پول از اوست، ولو که شهرت از اوست، همه چیز به شکل از اشکال امی در خدمت تو هم است. این باید باور داشته باشی. بنان اگر تو را از بین میبری و زوال نعمت برشون تو یک تجار از خراب کردی دیگه در حقیقت خودت خراب میشی. یک خانواده را به زوال نعمت گرفتار کردی، صبح در درد بخوای نخوای تون دچار است. بنان پیامبر میگه که این کار نکو، ولی محرومیت خودت چطور میشود؟ با او راه ها را پیدا کن، اسلوب را به کار ببر و مبارزه بر حق بکن تا که تو صاحب اما عدالت شوی. تو نباید چوب بشینی و بگویی که خیر است، دست خود بسته بکنی، به نظام چیزی نگویی، به تجار چیزی نگویی، حقوقت که زیر پای میشه تو به تفاوت بوده باشی. نه ولی راه ها را پیدا بکن که بهترتر و آسان ایجاد عدالت اجتماعی